تلگرام کانال پامیر دیلی نیوز که حوادث مربوط به ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند شام 17 آگوست سال 2022 با تکیه به منابعش از خورو خبر داد که دادگاه اکرم محمد باقرов را، یکی از برادران محمد باقرов معروف به باقر، لیدر غیر رسمی کشته شده این ولایت را به 8 سال زندان و طاهر محمد باقرov برادر دیگر او را به 28 سال زندان محکوم کرده است. بنا به اطلاع این نشریه، همچون استاد فن تربیت جسمانی از محله برخورق مزاربان به 8 سال زندان و یکی از یاران نزدیک باقر، گلنظر امامیاربکov به 20 سال زندان محکوم شدند. درباره باچه اتهامات محکوم به زندان شدن دو برادر باقر و دو ساکن دیگر برخورق پامیر دیلی نیوز یگان معلومات نداده است. پلکاونیک مصطفی قشونهای مرزبانی و سابق فرمانده نیروهای مخالفین در بدخشان محمد باقرov 22 ماه سال 2022 به طور مرموز در موضع بوینه در کنار محله زستش محله برخورق کشته شد. طرفدارانش قتل او را کار دسته نیروهای دولتی مینامند، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک اطلاعیه گفت باقر بر اثر مناقشه بین همدیگری داخلی کشته شد. باقر که 59 سال داشت، لیدر غیر رسمی اعظم پرنفوذ در بدخشان به شمار می رفت. بعد مرگ او موج اعتراضات در این ولایت مختار در شرق تاجیکستان خاموش شد. پس از کشته شدن باقر، مقامات ده نفر از طرفداران و خویشاوندانش از جمله برادران و جنهای این لیدر سرکش را به حبس گرفتند.